ما باید حقیقت رو بگوییم. ما از عبدالظاهر داعی طلب میکنیم به تمام احترام که نکته گذاری کنند در این مسائل اصولی. عذر بالجهل رو در سال 2020 وقتی که ما به مبشر رد داده بودیم و غیره و غیره، بعضی از جوانهای افغان رفت شد از ایشون پرسید که یک نوارشون برآمد که من در این مسئله علم ندارم و من صحبت نمیکنم. تمام تا حاضر چند سال شد؟ 20 21 22 23 4 سال است که مردم انتظار است. عذر المشرک، حال کجا رسد عذر المشرک؟ مشرک اور انیق نگفت. این دین منم نیست، دین دیگر مشایخ هم نیست، دین الله است. باید کسی که در این دین صحبت میکند منهج دین اهل سنت و الجماعه را تا آخر نقطه به نقطه بگوید، وگرنه عاقبت چه خیلی فتنه است. وگرنه خوارج هم از همین نوع انیقی